نه بذار بگم، نه آقا بذار بگم. آقا از صبح حالش خرابه، میگیم چت نمیگه. اومده اینجا، خب بالاخره فهمیدیم که چیه، پارتنرش، حالا هر چی که اسمشو میذاری، گفته که آبروم برام نمونده با اون دسته همیشه کثیف و سیاهت، اشتباه بودی برام، لطفاً پاتو از زندگیم بکش بیرون. به من نمیخوری، به چیتون نباید بخوره؟ از مادر پدرای عزیز یه سوال دارم من، شما حاضرید بچه‌تون و دختر گلتون رو به یه پسر شاخ شمشادی که دستش خیلی تمیز و پنبه‌ایه ولی هیچی بلد نیست و جیره‌خور باباشه، دستش تو جیب باباشه بدین، یا به این پسرایی که آینده درخشان دارن، دستشون درسته اینجوریه؟ سوختی؟ این سوخته، این اینجوریه. خودم البته اینجوری اما پس این دسته خودم 22 سال دارم کار میکنم و دسته این مدلی که همشون آینده دارن. من با همین دستا به همه چی رسیدم، بهترین ماشینمو خریدم، خونمو خریدم، زندگی خوبمو دارم، همه چیزمو دارم. ولی روزای اول آقا بالاخره برای همشون شاید یه خود اونجوری که باید شاید بابا میل خانمای الان نباشه. نسل زد میگن، نسل زد. نمیدونم چرا انقدر با دهه 60 فرق میکنه. البته جسارت نشه.